خب بچه‌ها، این ابرویی که کار کردیم از یه خط افق تشکیل شده بود، ولی این ابرو یه خط افق داریم و یه خط زاویه. نگاه کنید توی این مدل انتهای ابروی من روی خط افقه، ولی این یکی مدل نه. 2 تا خط به سمت پایین عمود کردم، همونطور که گفتم هر جور که دوست دارید میتونید خطا رو عمود کنید و این قسمت ها رو به سمتی که ابروها جهتشون رفتن واسهتون علامت زدم که ببینید. این تار ابروها رو نگاه کنید به کدوم سمت رفته، میتونید واسه خودتون علامت بزنید تا این قسمت ها رو داشته باشین و توی کار کردن حواستون به خواب ابروها باشه. من کل ابرو رو مشخص کردم، خط زاویه و خط افق هم همینطور. میخوام این ابرو رو شروع کنم به کشیدن. همونطور که گفته بودم توی ابروی قبلی این قسمت رو یعنی خط افق رو اندازه گیری میکنم. این خطایی هم که عمود شده رو اندازش رو مشخص میکنم و روی کاغذ میکشمشون. یه خط صاف روی کاغذم میکشم و این قسمت ها رو علامت گذاری میکنم. بعدش میام اندازه زاویه خطم رو مشخص میکنم. کاغذم میذارم روی خط افق و خط زاویه رو اندازش رو روی کاغذم مشخص میکنم. همون کاغذ رو میذارم روی کاغذ سفیدم و اون قسمت رو علامت میزنم. اینجوری اندازه زاویه ابرو مشخص میکنم. بعدش از سر خطم به انتهای نقطه‌ای که مشخص کرده بودم خط رو وصل میکنم و دقیقاً این شد زاویه ابروی من. قسمتی که مشخص کرده بودیم خطمون عمود میشه رو دقیقاً همون قسمت خطایی که باید عمود کنیم روی زاویه ابرو رو عمود میکنیم. حالا باید بیایم از روی مدل این قسمت ها رو اندازه گیری کنیم، یعنی ضخامت ابرو. کاغذم رو دوباره میذارم روی خط افق و ضخامت ابرومو اندازه گیری میکنم. دوباره کاغذم رو میذارم روی خط افقی که کشیدم و توی این خط این اندازه ها رو انتقال میدم. همین کار رو برای خط دومم هم انجام میدم. کاغذم میذارم روی خط افق و ضخامت ابرو رو اندازه گیری میکنم و دوباره همین قسمت اندازه ها رو انتقال میدم. حالا این قسمت رو که اندازه هاشو داریم، برای به دست آوردن ضخامت تاج ابرو هم میتونم اندازه گیری بکنم. دوباره کاغذم میذارم روی خط افق و این قسمت تاج ابرو رو اندازه میزنم و همون رو روی کاغذ انتقال میدم. حالا نگاه کنید، برای کشیدن قاب ابرو به مدلم خیلی دقت میکنم که حالتش چجوریه. از اینجا صاف به سمت بالا اومده و بعد یه کوچولو هلال شده به سمت بالا و حالت ابرومو روی کارم میکشم. به صاف بودن خطا و هلالی بودن خطا دقت کنید. مثلا این هشتی ابرو، قسمتی که اومده به سمت جلو رو نشون دادم توی کارم. این قسمت هم صاف اومده به سمت بالا و این قسمت که یه کوچولو اومده به سمت بالا. اگه توی مدل دقت کنید یه کوچولو فرو رفتگی و یه کوچولو برآمدگی داره. قسمت تاج ابرو چون خیلی قابش مشخص نیست، منم خیلی کمرنگ کشیدم. بعد با پاکن خمیری این خطامو یه مقدار کمرنگ تر میکنم، طوری کمرنگ میکنم که بتونم از نزدیک ببینمش ولی خیلی خطا مشخص نباشه. به خاطر همین کلی بهتون تاکید کردم که این خطا رو پررنگ نکشین، چون توی کار ما قشنگ نمیشن. حالا نگاه کنید تاج ابروی من خواب ابروش به کدوم سمت رفته. به خاطر همین گفتم جهت ها رو روی کارتون مشخص کنید که راحت تر بتونید کار بکنید. خب بچه، برای این کار من نوک مدادم رو تیز میکنم اول.
نگاه کنید بچه ها، من این ابرو رو میخوام متفاوت تر از ابروی قبلی کار بکنم. چون خیلی خطوط واضحه و خیلی سایه نداره، به خاطر همین توی دست اول از خطهایی که استفاده میکنم خطهای پررنگم و از خطهای کمرنگ و به روش آسترسازی ویدیوی قبلی استفاده نمیکنم. دقت کنید که دارم تار به تار ابروها رو مثل خود مدل روی کارم میندازم. این ابرو یه مقدار سخت‌تر از ابروی قبلیه. تار به تار ابروها رو باید ببینید و دونه به دونه اونا رو روی کارتون انتقال بدین. مخصوصا اونایی که خیلی پررنگ‌ترن و خیلی واضح‌ترن توی کار. دیدتون رو توی این کار یه مقدار باید قوی تر بکنید و تار به تار ابرو رو بندازین. توی این ابرو به هیچ عنوان از اون آسترسازی ویدیو اول استفاده نکنید، چون همونطور که گفتم خیلی خطوط واضحن و خیلی آستر کمرنگی نداره این ابرو. به خواب ابروها دقت کنید، به کمرنگ پررنگ بودن ابروها هم دقت بکنید. سعی کنید از خطوط دو سرنازک زیاد توی کارتون استفاده کنید که کارتون طبیعی تر بشه. این ابرو رو نگاه بکنید، حتی دو شاخه شدنش رو هم توی کارم نشون دادم، پس خیلی به این قسمت ها توجه بکنید. این خطوطی که به سمت پایین اومده، یعنی پایین تاج ابروه، خطای خیلی تو هم و کمرنگ، البته بعضی از قسمتاش هم پررنگه. اینا رو توی کارتون نشون بدین. خطهای کمرنگی که به این سمت رفتن رو توی کارم نشون میدم. توی این قسمت خیلی باید حواستون به مدل باشه، یعنی بیشتر از این که به کارتون نگاه بکنید به مدلتون نگاه بکنید و تمام خطوط رو روی کارتون نشون بدین. حالا از این قسمت زاویه خطوط من تغییر میکنه و به این سمت میره. خطها پررنگ‌تر از خطهای تاج ابرو هستش و من هم به این نکات توجه میکنم و توی کارم اونها رو نشون میدم. دوباره از این قسمت خطوط زاویه‌اش باز هم تغییر میکنه و خطهای پررنگی رو دارم که به این سمت رفته، پس اینا هم توی کارم نشون میدم.
ادامه میدم و خطوط رو روی کارم میندازم. منظورم از خطوط همون تار ابروهاست. این قسمت خطهای کمرنگی داره که زاویه های متفاوتی داره. اینو توی کارتون حتما نشون بدین. و بعد این قسمت تار ابروهایی که تیره است و خوابشون متفاوته. تار ابروهایی که از این قسمت به سمت پایین اومدن و کمرنگ شدن، یعنی در اصل ابروها از این قسمت به سمت بالا رفتن ولی ما همیشه خطوط رو به سمت بیرون میکشیم. باز دوباره این قسمت رو یه مقدار خطامو تیره تر میکنم و تراکم ابرومو یه مقدار بیشتر میکنم. برمیگردم سراغ این قسمت و تار ابروهایی که به این سمت رفتن رو ادامه میدم و اینها رو هم میکشم. برای این قسمت از خطای قوی و دو سر نازک استفاده میکنم، چون همونطور که توی مدل میبینید این قسمت خیلی خطهای معلومی داره و خیلی پررنگن. این قسمت رو نگاه بکنید، خطهایی که خیلی صاف به سمت بیرون رفتن و من هم توی کارم همین مدلی نشون میدم. برای این قسمت یک مقدار نوک مدادم رو تیزتر میکنم و بعد ادامه میدم. همونطور که گفته بودم خطها به سمت بیرون میان، پس برای اینکه این قسمت پایینش رو نشون بدم خطها رو از داخل ابرو به سمت بیرون میارم. الان این قسمت به سمت پایینه و برای قسمت بالاش دوباره از داخل خطها رو به سمت بیرون میارم که اگر این قسمت ها خطی دو سر نازک نشد، حداقل خطی که نقطه شروع داره توی داخل ابرو باشه و خیلی مشخص نباشه. این قسمت رو هم خطهاشو میکشم به زاویه و خواب ابرو خیلی دقت کنید. هر کدوم از تار ابروها خواب و زاویه متفاوتی دارن. باز برای این قسمت از داخل ابرو خطوط رو به سمت بیرون میارم. و برای قسمت بالا خطوط رو از داخل به سمت بیرون. این قسمت رو دقت بکنید، خواب ابرو کاملا تغییر کرد. پس منم مثل خود مدل دقیقا همون سمتی که خواب ابرو هست خطوط رو میکشم. این قسمت هم همینطور نگاه کنید چجوری دارم خطهای این قسمت رو کار میکنم. و برای زیر ابرو خطها رو از داخل میارم به سمت بیرون.
زیر ابرو یه مقدار تارهایی رو داریم که کمرنگ تره، اونا هم میندازیم. و خطوط قوی که به سمت بیرون اومدن. این قسمت رو نگاه کنید. زاویه خطوط به کدوم سمته؟ دقیقاً همون مدلی که مدلتون هست باید کار بکنید. حالا خطوط کمرنگی که به سمت بیرون رفتن رو میکشیم. توی تمام این قسمت ها خطوط کمرنگی رو داریم که به سمت بیرون رفتن. پس اینا هم روی کارمون نشون میدیم. دوباره نوک مدادم رو تیز میکنم بچه ها، برای اینکه این قسمت ها خیلی نیاز داریم نوک مدادمون تیز باشه. و بعد یه سری خطایی که باید تیره تر بشن و تیره تر میکنم. برای این نوک مدادم رو تیز کردم چون میخوام خطای قوی و محکمی بکشم. نوک مدادم ضخیم نباشه که این خطا رو ضخیم بکنه. مخصوصا برای این قسمت که یه سری خطا رو دوباره باید پررنگ تر بکنیم، نمیخوایم خطا ضخیم باشن، فقط میخوایم خطا پررنگ باشن. هر چقدر نیاز بود این خطا رو پررنگ تر بکنید تا شبیه به خود مدل بشه. بعدش با محو کن میام شروع میکنم خطایی که کشیدم و محو کردن. نگاه کنید به همون سمتی که خواب ابروی ما هست خطوط رو هم میکشیم. و کامل محوشون میکنیم این خطا رو. به طرز محو کن زدن من خیلی دقت کنید. نگاه کنید من تمام تار ابروها رو از داخل میبرم به سمت بیرون، مگر اینکه قسمتی به صورت قاب باشه و اون قسمت رو کامل محو کن بزنم. ولی مثلا یک جایی مثل این قسمت به صورت تارتار روی تمام ابروها میکشم. برای قسمت تاج ابرو هم همینطور. وقتی که محو کن میزنید اگر نیاز بود یه سری قسمت ها رو دوباره تیره بکنید که شبیه به مدل بشه، چون بر اثر محو کن کشیدن معمولا یه قسمت هایی کم رنگ تر میشه. و بعد اگر قسمتی نیاز بود مثلا زیاد محو کن زده بودین میتونید با استفاده از پاکن خمیری که توی درس قبلی گفتم یه قسمتایی رو کم رنگ تر بکنید. اینم از مدل دوم ابروی ما برای طراحی.